سلام بچه ها، امروز میخوام یادتون بدم که چطوری اینو بسازید. قفس پرنده رو تو ویدیوی بعدی بهتون آموزش میدم. اول از همه میایم اینجا یه بلوک میذاریم، یه دونه حصار، بعد یه دونه از این میایم یه دونه کنارش میذاریم اینجا و اینجا. میایم پایین یه دونه اینجا، یه دونه اینجا، اینطوری میذاریم. بعد میایم پایینش از اینا میذاریم. بعدش حد بزنید چیکار میکنیم. میایم اینا جلو اینو میذاریم، بعد اینجا اینو میذاریم، خب اینو میذاریم، بعد اینو میزنیم. ببینید این فرشه اینجا، اینو نابود میکنم. بعد اینو چیکار میکنم اینجا طبعا پایین میشه فرش میذارم، پایین واسه سگ، بالا واسه گربه. خدافظ تا یه ویدیوی بعدی.